استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجیک است. دوران صاحب استقلالی با سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکان واقعی فراهم آورد که ملت شرفمند تاجیک راه امروز و آینده و پیشرفت منبعد مملکت عزیز ما را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نمایند. استقلال رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولتسازی و دولتداری مستقل، کار و پیکار پیگیرانه سازندگی، عزم و تلاش‌های فداکارانه رسیدن به رشد اقتصادی و فرهنگی را آموخته، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و حیات آزادانه هر یک فرد و پیشرفت واقعی را تامین ساخت. وابسته به این موضوع و پیشرفت و شکوفایی کشور عزیزمان در زمان صاحب استقلالی در صحبت ما قرار دارند ناصرجان مامورزاده، سرمحرر روزنامه ختلان. در سالهای صاحب استقلالی در زمینه تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان بهر آبادی و پیشرفت، تحکیم صلح و ثبات و عملی گشتن هدفهای استراتژیک دولت و حکومت جهت رسیدن به روزگار پرسعادت ساکنان کشور کارهای زیاد انجام داده شد. اندیشه شما نسبت به رشد و پیشرفت و نوگانی‌هایی که در حیات اقتصادی و اجتماعی ولایت ختلان عملی گردیده است؟ تشکر زیاد. در واقع استقلال یک نعمتی هست که بدون آن به هیچ دستاورد دیگر رسیدن غیر منطقی و غیر واقعی به نظر می رسد. تا زمانی که ما استقلال نداشته باشیم با دستاوردهای گوناگون در عرصه های علم، معارف، اقتصاد رسیدنمان هم غیر واقعی می باشد. استقلال بی‌بهاترین نعمت برای مردم تاجیکستان است که اینک خوشبختانه ما طولی بیش از 30 سال می شود که دارای همین نعمت هستیم مردم تاجیکستان و به شرافت تطبیق موفقانه سیاست رهبری دولتمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمان امروز در تمام ساحه های خواجگی خلق کشور پیشرفت های قابل ملاحظه را مشاهده کردن ممکن است. اگر تنها ولایت ختلان را به مثال بگیریم، ببینید در دایره آمادگی ها به تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت کشورمان در شهر و ناحیه های ولایتمان حدود 9000 انشاءات و در دایره آمادگی به استقبال شایسته استقلال دولتی 35 سالگی استقلال دولتی در ولایتمان باز علاوه بیش از 6000 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است و تا امروز طبق اطلاع رسمی بیش از 2500 از این انشاءات ها علیه مورد بهره برداری عموم قرار گرفتند. ما امروز میبینیم که در سطح دهه ها، محل ها علیه انفراساختار ضروری برای زندگی شایسته مردم فراهم شده ایستاده است. در هر یک دهه مکتب، در هر یک دهه بنگاه طبی، میدانچه های ورزشی برای بازی کودکان و نورسان، باز دیگر مثلا ورزشگاه ها، میدانچه های تفریحی برای جوانان، برای بانوان، کارگاه های خرد دوزندگی و دیگر کارخانه های خرد و میانه صنعتی و استحصالی بنیاد شده ایستادند. طبیعی است که با مقصد تطبیق 4 ساله یا 5 ساله رشد ساحه صنعت در کشورمان تا سال 2026 تنها در حدود ولایت ختلان بنیاد نزدیک به 800 کارخانه صنعتی نیز به نقشه گرفته شده است و امروز هم ما طبق اطلاع رسمی که از مقامات دولتی میگیریم میبینیم که علاقه شماره کارخانه های صنعتی و استحصالی در حدود ولایت ختلان بعد بیش از 840 عدد رسیده است. در این کارخانه ها برای هزارها نفر شهروندان تاجیکستان جای کاری موافق با مزد موافق البته فراهم شده است. ما میدانیم که صنعت کنونی در جهان معاصر برای تامین مردم، برای تامین متخصصان با جایهای کاری این یکی از سمت‌های اساسی و افضلیتناک است و رهبر کشورمان نیز در سیاست خودشان همین صنعت کنونی با سرعت کشور را یکی از آرمان‌های ملی و یکی از هدف‌های استراتژیک کشور اعلام کردند. خوشبختانه در مسیر استقلال ما با
شاهد تطبیق دیگر هدف‌های استراتژی کشور، به مثال بنیاد راه‌ها، جاده‌ها، پیوند کردن تمام منطقه‌های کشور به همدیگر و گویم که رهایی از بنبست کمونیکاسیونی نائل گردیدیم. هزارها کیلومتر در زمان استقلالیت بنیاد گردیدن. راه‌های کوچه‌ها و محله‌ها هم امروز بینید طریق واسطه‌های اخباری عامه می‌بینیم که تا دوردست‌ترین محل‌های اهالی نشین نیز راه‌هایشان منفرش گردیده به استانداردهای مقرر شده جوابگو گردیده ایستادند. راه‌های بین المللی در تاجیکستان ساخته شده ایستادند. استکاده‌ها در کشورمان ساخته شده ایستادند که این همه از پیشرفت اقتصاد، از یک به کشوری ترانزیتی تبدیل یافتن تاجیکستان گواهی می‌دهد. تا دوردست‌ترین نقطه‌های کشور به مثل مرغاب راهی بسیار هم با صفت ساخته شده است. تا خیتای، تا افغانستان، قرقیزستان، ازبکستان، تا همه گذرگاه‌های سرحدی راه‌های با صفت ساخته شده ایستادند. زمانی که امروز ما ببینید تمام جهان با مشکلات تغییریابی اقلیم روبروست، با گویم که آبشوی با سرعت پیریخ‌ها روبرو هست، با چنگباد و طوفان‌ها و این چیزها روبرو هست. تاجیکستان پیش خودش چنین هدف را گذاشته است که با ثمر از همین ذخیره‌های آبی استفاده کند و همزمان یکی از هدف‌های دیگری که رهبری دولتمان اعلان کردند به کشوری سراسر سبز تبدیل یافتن تاجیکستان است که این هم تا سال 2037 باید این برنامه دولتی تا پایان سال‌های 30 مورد تطبیق قرار داده شود. این هم با در نظر داشتی آن است که امروز ما باید محیط زیست را حفظ کنیم و به جهانیان همچون یک الگو، یک نمونه کشوری کاملا سبز و کاملا بی خطر، کشوری که برای محیط زیست خودش مهربانی میکند و غمخواری ظاهر میکند تبدیل می‌یابیم. نظر شما نسبت به حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم دستاوردهای استقلالیت، پایداری صلح و ثبات در جامعه و تامین آینده باز هم درخشان کشور؟ تشکر. واقعا سوال خیلی مهم است. بازم با آوردن اقتباس از اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان میخواستم که پاسخ به این سوال شما را شروع کنم. رهبری دولتمان بر حق گفتند که تاجیکستان اگر هم از لحاظ مثلا اقتداری حربی با اون ابرقدرت‌ها برابر شده نتواند، هم ما اگر سلاح هسته‌ای و دیگر سلاح‌های مثلا قوی مدهش نداشته باشیم، هم مهمترین سلاح و دارایی مردم ما این وحدت ملی است. وحدت ملی این غایه ملی مردم تاجیکستان است. وحدت ملی هم معنا، هم ارزش استقلال دولتی هم گفتن ممکن است. در حقیقت وحدت ملی همین سرجمعی مردم تاجیک امروز در روند با سرعت کارهای سازندگی آبادانی گویم که تجسم می‌یابد. ببینید در حاشیه نمون دعوت‌های رهبری دولتمان برای جلب تمام قشرهای جامعه برای کارهای آبادانی و سازندگی، حتی نفرانی که امکانیت مالیوی وسیع ندارند از تعمیر و از ساختمان خانه ها تا پاککاری خانه خودش، منزلی خودش، محل خودش شروع میکند و این هم یک نوع سهم گذاری در پیشرفت و آبادانی کشور هست. شخصان خیرخواه، صاحبکاران، فعالان جامعه نیز سهمی باسزا در آبادانی محل، شهر، ناحیه خودشان میکنند و این هم البته در اطراف نمو غایه وحدت ملی صورت میگیرد که در سرگه آن پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان قرار گرفتند و همین غایه را ما باید واقعا حفظ کنیم، ادامه بخش باشیم، به نسل‌های جوانتر، به نورسان، به جوانان آن را درست تلقین کنیم، ارزش همین غایه را درست یعنی شرح و تفسیر کنیم، فهمونیم که وحدت ملی، صلح، ثبات سیاسی در تاجیکستان به آسانی به دست نآمده است و
در شرایط تیز و تند شوی وضعیت جهان، در شرایط عموما تأثیر منفی جهانی شوی که امروز ما میبینیم، در حالی که ما مثلا با وضعیت منطقه و جهان اگر نگاه کنیم، باز هم بیشتر به همین قدر و منزلت و به ارزش وحدت ملی و ثبات سیاسی میرسیم. مهمترین، ارزشمندترین چیزی که مردم داشته میتوانند این امنیت است. امنیت ملی است، امنیت دولت است، بی‌خطری خود مردم است و این در اساس همین وحدت و سرجمعی ما، متحدی ما در اطراف حاکمیت سیاسی، خصوصا پیشوای ملتمان، این انعکاس می‌یابد و در همین چیز اساس می‌یابد. از این نقطه نظر فکر میکنم که تمام مردم ولایت ختلان امروز در پیروی با سیاست رهبری دولتمان گویم که به همین غایه وحدت ملی پایبند هستند و با یک صداقت تام به رهبری دولت خودمان که پیشوای ملت ما نیز می باشند، با یک صداقت، با یک صمیمیت در تطبیق همه آن آرمان‌های ملی که ما اعلان کرده ایم، یعنی دولت اعلان کرده است، سهم ماندگار خود را خواهند گذاشت. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که در صحبت ما قرار داشتند روزنامه‌نگار ناصرجان مامورزاده. مسلم است که استقلالیت، وحدت ملی و سیاست دوربینانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ملت تاجیک در سمت پیشرفت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور نیرو و توان تازه بخشیده. دوام 13 ساله ما در همه بخش‌های خواجگی خلق به دستاوردهای ارزشمند نائل گردیدیم. در این دوره در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان صدها انشاءات نو بنیاد گردیده از سیمای شهرک و دهات به کلی تغییر یافت. در ادامه از این آبادکاری‌ها ساکنان ولایت اقدام گرفتند که جشن تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولتی را با نتیجه‌های نظررس مهنتی در سطح بلند استقبال گیرند.